وزارت معارف افغانستان در حال قرارداد چاپ 16 میلیون جلد کتاب درسی را به امضا رسانید که در برخی از مکاتب این کشور متعلمین از کمبود کتاب همواره شکایت می‌کنند. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان روز سه‌شنبه پس از امضای قرارداد چاپ 16 میلیون کتاب گفت که تلاش می شود تا کمبود کتاب درسی در مکاتب این کشور از میان برداشته شود. آقای بلخی می گوید که این کتب درسی با کیفیت بهتر چاپ شده و در مکاتب به متعلمین توزیع خواهد شد. فکر می کنم 25 میلیون دلار دیگه ما تخصیص داریم از طرف دونرها که ما کتابا را چاپ کنیم. امیدوار هستم در اون چاپ آینده ما بتاریم کتابا را خوبتر بازنگری بکنیم، بهتر چاپ بکنیم و مطابق نیازمندی های وزارت معارف کتابایی را به چاپ بسپاریم و تا سال آینده او به دسترس اولادا و فرزندای ملت افغانستان به دسترس شاگردای معارف قرار بگیرد. چند روز قبل نیز قرارداد چاپ میلیون ها کتاب درسی از سوی وزارت معارف افغانستان با 11 مطبعه افغانی به امضا رسید. آقای بلخی میگوید این 16 میلیون کتاب درسی با کمک 5.5 میلیون دلار از سوی دنمارک در هند و ویتنام در مدت 4 ماه به چاپ میرسد. در این حال اوخ ولفیچل سفیر دنمارک در افغانستان میگوید که آنان همکاری هایشان را با این کشور ادامه خواهند داد. اکنون ما آماده امضای قرارداد هستیم و امید است این کتاب ها چاپ شده و به دسترس شاگردان افغان برسد. این به نفع شاگردان افغانستان در حال حاضر و آینده می باشد و ما به همکاری های خود ادامه خواهیم داد. این در حالی است که از کمبود کتب درسی و مشکل بودن نصاب وزارت معارف در اکثر مکاتب افغانستان شکایت وجود دارد. اما وزارت معارف میگوید که تیم‌هایی را موظف ساخته است تا نصاب تعلیمی کنونی را تصحیح کرده و کتب درسی بهتر را در سال آینده به چاپ برساند.